مادر جان، باز برادرم رو خوب دیدی؟ همش به آسانی فراموش نمی شود دخترم. گریه نکنین مادر جان، گریه نکنین. در این صبح صادق بخیر باشد انشاءالله. من میبینم. مادرت کجاست؟ زلال! زلال! مادر جان! زلال! مادر جان! حقدارها آمدن! دینا بگو وقت شما تمام شد. پول تیار است. نیست حامد، تیار نیست. اما اگر وقت دهید تا بگاه یافته میدیم. تا بگاه صبر کنید. بگو؟ کدام بگو؟ گوش کن زلال، 2 ساعت وقت میدهم. پول را نآوردی دختر را میبریم. خوب فکر کن، از روی آیین حق به جانب من است. ظالمی نکن حمید، کمی انتظار شو. من رسم آیین را میدانم. مگر یکم بار قرضم را دیر دادم، همیشه در وقتش میدادم. حالا باشد مشکلی دارم، دستم تنگ است. با تو 2 ساعت وقت خانم، برای ما هیچ فرقی ندارد. یا پول را میاری
یا دختر را میبریم. خداوندا به ما مدد رسان. اکنون چی کار میکنه؟ یگان چاره‌اش را میابیم دخترم. گریه نکن برفی. خود بزرگ است. البته یگان مدد میرسانم. راو از اینجا. یولبرز ایستا. راو یولبرز راو از اینجا. راو یولبرز بس کن. ایستا. راو از اینجا. یولبرز حالت خوب است؟ خوبم. بیا دستت را به من ده. بیا. قلب که میگذید. سگی تو بود. یگان جدلت نخور. نه. از کجا آمدی؟ و کجا میروی؟ از استانبول میایم. بعدی حیو به کلان میروم. آن ده در کجاست؟ انا آن کوه را میبینی؟ بله. انا در پسی همان کوه. بیا کمی استراحت کن. بیا بزر. گیر دستورت را شوی. گیر. تشکر، سلامت باشه. یک لحظه ایست. تا خشک شدن لباس هایت اینها را پوش. یا با خودت گیر آخیر. تشکری زیاد. سلامت باش. مرحمت مولهای خوش آوردین. بیایید مرحمت مولهای ارزان. یک بردیم خیلی بردیم. چند بار با شما گویم رو شوید. جمیلا زیبا. بخیره؟ این سراسیمه با کجا شد دارید؟ ببخشید شما رو ندیدم. شخص دیدگی فکر میکند که فوتیه شده همین خیلی بدو؟ به خدا چیزی هست اما نفهمیده. نه چی میشد؟ خروی هر وقته رفتنم بازی. ببخشید کار داشته. خیر منظورم. باز چی کار میشد؟ گویا بنازی دکتر رفترش رو نفهمیدیم. جمیله مادر جان چند روز است که تو را ندیدم. جمیله آمده نتوانستم. از من نرنجید. به کجا می روی؟ وای فروشنده آمده بود. او رو دیدم. برفین چه حال دارد؟ حالش بد است دخترم. های قزبان چی شد؟ به کجا می روی؟ به نزد دکتر پدر. اوه میبینم که زود به نزد دکتر می روی. بخیر است؟ شکمم درد نکند پدر، چی کار کنم؟ خوب رو اما زود گشته بیا. خوب شده است پدر. آی دکتر میبینم که صحت شدی. شیرینی ها برای شما. بابا جان انا همون خاله باز آمدن. شما رو در درون انتظار هستم. حاضر ببینم. بخیر است؟ زلال؟ نپرسید بابا ابراهیم. حقدارها آمدن. یا پول یا دختر میگویم. با من یگان راه نشان دهید. من یک زنی تنهایم. در 2 ساعت اینقدر پول را از کجا مییابم؟
کی به من پول میدهم؟ ناامید نشو دخترم زلال. یگان علاجش را میابیم. خدا بزرگ است. البته مدد میفرستد. بیا جمیله. دکتر همینجاست. دیلا چی شد؟ باز سر درد میکند. جمیله پریشان مینمایی. یکم واقعه روی دو. آقای دکتر بیمار اومد. درآید. چی شد؟ چرا به اینجا اومدی؟ وای من آیا با تو نگفته بودم که یک مدت به اینجا نبیا؟ همه میفهمن. تو از من چی میخواهی جمیله؟ من تنها چند روز است که از تو خبری نیست. شکمم روز کلان شده ایستاده است. خانواده همون میفهمن. گفته در هراسم. یگان کار کن. این یک دعوای ناموس است. پدرم هم تو رو با هم مرا جمیله من با تو قول میدیم که تو رو نجات خواهم داد. اما حاضر رو یک مدت به اینجا نبیا. چه خیل نجات میدهی؟ کای نجات میدهی آزم؟ جمیله اوف. من تنها با یک راه نجات مییابم. بیا پدرم مرا خودگاری کن. خانه دار شویم. خانه دار؟ مگر من این رو نمیخواهم. اول باید از این کودک خلاص شویم. انا بعد خانه دار میشویم. یگانه راهی خلاصی همین است. چی خیل خلاص میشویم؟ یک دوستی همکسبم است. با او زنگ زدم. امروز یا فردا می آید. کودک رو می افتاند. آخرین گناه است. حالا وقتی گناه ثواب نیست جمیله. من میترسم. نترس. وی بسیار دختری خوب است. مرحمت گیر، شرم ندار. تشکر زیاد. ببخش تو رو زحمت دادم. چی زحمت؟ کوکلان کردم که زحمت شد. گیر خور گیر. کنی گیر. این خیل نه. یک دمیست. انا بین. انا این خیل. گیر. انا اکنون خور. با مزد. تشکر دوستم. بگو که در دهه آبی کلان چی بکوبی؟ یک دوستی دکتر دارم. به نزدیک میروم. اپا اگر پس با من یک تو میدید؟ نه نده دخترم. بگو خوراک نمیخوره. اوه بابا ابراهیم آمدن. خوش آمدید بابا. مادر بابا ابراهیم آمدن. شیرین نکاری ابراهیم آمدن. خسته نباشید خانم ها. خوش آمدید. صفا آوردید بابا ابراهیم. مرحمت. کنی گذارید. خوش آمدید. زود یک چای بیارید. خوش آمدید. کنی
حامد برادر، از تو یک خواهش دارم. مرحمت. چرا بابا ابراهیم؟ خواهش شما را با دیده میبرداریم. استغفرالله. خواهش من همین که مهلت به زلال دادت را دراز کن، التماس. در همین مسئله هم گفته شما را کردیم. دوای خون را به خونبها گرداندیم، به چشم گفتیم، اما زلال خونبها را نمیدهد. از روی رسم و آیین اگر پول نباشد حق دختر را گرفتن داریم. اینها داروهای خانم جمیله است. شفای کامل. جمیله تو هیچ صحت نشدی. کمی شمال خوردم. در همین گرمی؟ عجایب. تو هم از آمدن و رفتن دکتر شدی قیزبون. سلامت باش دیلا. خدا شفا دهد. به تو هم روزی خوش. این دختر یگان خیلی بیمور نیست. تنها برای دیدن این دختر اومده است. گمانی بد نبر قیزبون. تو چرا میدونی؟ کجا شدی طاهیر؟ کجا؟ سلام آقای دکتر. باز شکمتان در میکند خانم قیزبان؟ بله بسیار سخت درد میکند. این خیلی باشد معاینه میکنیم. 2 ساعت گذشت. حاضر می آیم. برای بردن من آمدن. ایسا دخترم، آنها نمیده رویم. تو اینجا انتظار شو. کیست؟ منم مادر جان. بیا دخترم، بیا. خیلی ترساندی جمیله. نترس برفین. جمیله احتیاط شو. مادرم شپا کرده ایستادن. جمیله، تو باید اینجا می آمدی؟ سرم درد میکند. من از یه دختر رفته بودم. چی شد؟ گریه کرده ای؟ چشمانت ورم کرده است. تو چی دردی داری و به من نمیگویی؟ نه مادر جان، چه خیلی درد. من برای برفین زیخ شدم. آخر آن آدم 2 زن دارد، کودک دارد. باز حیات برفین رو می سیزاند. میمیرم و به خونه رافین نمیروم. بسم الله. بفرما. خوش آمدید بابا ابراهیم. خوش باشه رافع. با من گوش کن. اگر بعد از 2 روز پول را ندادم برفین را گیرید. ما راضیم. خوب شده است. خب در امان خدا باشی. خب در امان خدا بابا ابراهیم. خدایا توبه. او چی گفت؟ بابا ابراهیم خواهش کردند. من باز 2 روز مهلت دادم. سبب؟ سخنی بابا را رد کرده نتوانستم. نتوانستی؟ کار و بار را پرتافته گپ گوش میکنید. کنی گم شوید از اینجا. گم شوید. فقط مهلت رو دراز کرده توانستم. همگی 2 روز دخترم زلال. باید در حال پول یابی. اول از گرد و اطراف چقدر که نتوانی جمع کن. من هم کوشش میکنم دخترم. خدا از شما راضی باشد بابا ابراهیم. خیر. من به نزد خریدار شیر می روم. میلش مادر جان. جمیله رفتیم.
چی این طور نگاه میکنی؟ گریه کردی؟ برای تو گریه کردم. دروغ نگوی. مگر من خواهرت نیستم؟ از من پنهان نکن. یا با دختر گپ‌هایتان گریخت. من حامله دارم. چی؟ تو چی ها میگویی جمیله؟ تو میفهمی چی کار کردی؟ تو همه رو شرمنده کردی. تو فکری اویله، فکری پدر و برادرت رو نکردی. خودت رو شرمنده و اونها رو بی ابرو کردی. این خیلی نگوی. چی گویم؟ بسیار کاری خوب کردی گویم. تو رو خواهرم میدانستم. البته خواهرت هستم. اما این مسئله ناموس است. از روی عرف و عادت عاقبتش مرگ است. شما رو غیر خانه دار شوی دیگر چاره نیست جمیله. در حال اومده تو رو خواستگاری کنه. خانه دار می شود. اما اول از کودک خلاص شوی می گوید. از کودک چه خیلی خلاص می شده ای؟ با فکرم همینجا خیر و خوش میکنیم. دهه ما در این طرف است. من باید به سمت همون کوه روم. همین طور نه؟ به فکر من تا آن کوه نرسیده هوا تاریک می شود. شبانه در کوه گشتن خطرناک است. بهتر است شب را در دهه ما گذران. سحر بر وقت به راه میبری. چی گفتی؟ خب مایلشیم شب میمانی شما میشود. بسیار خوب. آدمی با عقل هستی. چل جمیله، مطمئن هستی که کمکت میکنه؟ باوری داری که فریبت نمیدهد؟ باوری دارم. اوزم به گپش نیستد. او انسانی خوب است. کارش همه خیر باشد جمیله. انشالله. کفایه دخترم. خواهش ها بسیار است رئیس. شب می آیند. اگر خواستهایشون را گیرند کارهای تو هم حل می شود دکتر. در این روی خط بسیار داروهای قیمت است رئیس. خدا من اون طرفش را نمیدونم. آنها از این پیش هم قرضدار بودند. چند هفته باز انتظارم. امشب همش را میگیری. تو داروها را بیار. آنها باید حساب را برابر کنند رئیس. تو حتما بیار. اگر نیاری خودت میدانی با تو چیکار میکنن. خودت را در بلا نمان دختر. فهمیدی؟ این بگاه هم وقت در جای هر دفعه اینه. دکتر اوه خوش آمدید بابا ابراهیم. مرحمت برای نشستن نامدم رئیس. زلال برای برگرداندن خونبه ها پول ندارد. از نام او قرض میخواهم.
جانم فدای شما و شما نگفتن نمیتوانم، لیکن باور کنید من هم تنگ دستم. به خدا این همه از من نیست، امانت مانده رفتند. مرحمت، همه حسابمان تمام شد زلال خانم. تشکر یشر، میدونی مشکلی دارم، قرض میخواهم، با شیر حسابی میکنم. هفته آینده میدهم. هفته آینده دیر میشود. تو از من نرنج، مجبور نمیشدم هیچگاه نمیتونم. بابا ابراهیم، اصلا شما از من نرنجید. یک سال شد که پول از شما گرفتم رو برگرداندن نمیتوانم. حالا تنها نصفش را داده میتوانم. خدا از شما راضی باشد. در امان خدا باشد. در امان خدا. خوش باشید. خدایا من چی کار کنم؟ اپا احمد اینجا بیاید اپا. چی شد احمد؟ اونجا نیستی. چرا؟ اونجا بسیار بلند است. اگر افتید نمیرم. من که مردم تو زخم میشوی گریه میکنی؟ ها البته زخم میشوم، گریه میکنم. دو درک شیرینم. چی شد؟ چرا آمدی؟ پدرم شما را پرسیدم. چرا؟ چی میخواهند؟ به خدا نمیدونم. زود یافته بیار گفتم. چیکار کردی دخترم زلال؟ فقط پول شیر را گرفتم و خلاص. من هم همین قدر پیدا کردم. ها همین خیل گفتند. اپام را آوردم پدر. لبای پدر. نزدیکتر بیا. فردا به خواستگاری تو میآیند جمیله. ما خوشبختی تو را میخواهیم دخترم. برای به این روز ها رسیدن شکر کردن لازم. شکر این روز به هر کس میسر نمی شود. همش همین است؟ بله همین. این پول برای دادن قرض نمیرسد. چی کار میکنی؟ 2 روز مهلت داریم دخترم. در این 2 روز از کجا میابیم؟ باز به نزد دکتر میروند. مادر جان، این آخرین گاومون است. چخیل میفروشیم؟
اما چاره دیگر نداریم دخترم. گاو رو فروختیم، قرض این ماه رو دادیم، قرض ماه آینده رو چه خیل میدهیم؟ اول قرض این ماه رو دهیم، بعد میبینیم دخترم. خدا بزرگ است، مدد میرساند. آذر، جمیله، در این ساعت اینجا چیکار میکنی؟ محو شدیم آذر. بدرونده را باز یگان کس نبیند. فردا شب به خواستگاری من می آیم. پدرم مرا می دهند. گپ زن، چیکار کنیم؟ حامله دار بودنم آشکار می شود. پدری کودکم تو هستی. پدرم هر دومان رو می کشند آزان. عاقبت هر دومان مرگ است آزان. یگانه راه نجاتمون گریختن. بیا از این دیه می گریزیم آزان. تو حق هستی جمیله، می گریزیم. خودی حاضر. هوا که تاریک شد، در نزدیک دره سفید مرا انتظار شد. هوا تاریک نشده در اونجا می شوم. سلام علیکم. علیکم سلام. بیا گذر، بیا. خوش آمدید. خوش باشید. خوش باشید. خوش آمدید. خوش آمدید. یگان کمبودی نیست محمد؟ نیست آقای زینب. مهمانمان که هستند از کجای؟ یکی طاهر دکتر هستند. دکتر هسته؟ خیلی خوب. آفرین. از کجا می آید و با کجا می رود؟ به دهه آبی کلان می رود. به دهه آبی کلان می روی؟ آنجا خیلی دور است. بله. و مهمانمان یک چای بیاره. زمان نکش. این کس خیلی خسته شدند. اجازه دهید ما رویم. نه ممکن نیست. آقای طاهر این بیگاه مهمان من می شود. محمد راو بیانگرد خبر ده که این بیگاه دسترخوان خوب تیار کند. راو. در حقیقت مال خوب است بابای ابراهیم، اما عین زمان امکانی خریدن آن را نداریم. ما را ببخشید. سلامت باشید. شما را زحمت دادم. استغفرالله بابا. کارهای من هوسی بیکار. در این دیه کی پول دارد که گاوی مرا خرد؟ در حال ناامید نشو دخترم زلال. یگان خریدار میابیم. بیا جمیله. من نمیخواهم. چرا اپا جان؟ گرسنه نیستم احمد جان. اشتهای تام. جمیله
شمایت پدر. در این تاریکی به کجا می روی؟ مادرم زیلال کمی ناتاب بودند. به عیادتشان می روم. خب زود برگرد. خوب شده است پدر. آیا یگان مشکلی داری پسرم؟ بخیر است؟ نه خوبم. فقط کمی حیران موندم آقای زینال. شما رو زحمت دادم. تشکر زیاد. این همه لازم نبود. خدایا توبه، ما کاری نکرده ایم پسرم ها؟ آیا مهمان همین خیل فکر میکنن؟ انا محمد هم آمد. بیا محمد، بیار. مرحمت اکا. تشکر زیاد. تو چی کار کردی پسرم؟ خطا کردم. پیاله را به زمین گذاشتی؟ گذاشتم بچه. اکنون تو محمد چوپان رو خانه‌دار میکنی؟ بله باید خانه‌دار کنی. یا اینکه پیاله را از طلا پر میکنی؟ طلا چل؟ پیاله را تمام نکرده به زمین گذاشتی. اکنون این بچه را خانه‌دار میکنی یا اینکه پیاله را از طلا پر میکنی؟ فهمیدی؟ نترد دکتر، نترد. این در جایهای ما عادت است. همه یک جای محمد را خانه‌دار میکنیم. این هم یک بهانه. محمد خانه‌دار میشود؟ او حالا خیلی جوان است. کودک است تو. چه کودک؟ نه از خم نبرآمده است. نگاه کن، یک مرد بوزبله شده است. همسالانش الکی صاحب چند فرزند. یا اینکه تو هم بیزن هستی؟ بله. بیامان، راست میگویی؟ پس بیا تو را هم خانه‌دار میکنیم. یا بین خودمان، اما وقتی تو کمی گذشته است. فردا صبح دم به نزد یشر رو. آیا گاو رو میخرد؟ سلامی مرا رسان. حقش رو داده گاوت رو میخرد. خدا از شما راضی باشد بابا ابراهیم. از هم امان دخترم زلال. شبی خوش. و شما هم در بابا امان ابراهیم. خدا. آزم آنها با تو حسابی کردن دکتر. حساب برابر شد حساب نکن. این قرض پیشینه است؟ بله پیشینه و باز حکیم شبه. برای همین از این دیگه هیچ رفتن نمیتوانستم. وقتش همین دیگه بوده است دکتر. تا یک جای آبادی من هم با شما میروم.